پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر حدیث که داده یا معشر الشباب، ای جوانهای مسلمان نر، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. هر بر انسان مسلمان جوانی که اگر طاقت و قدرت مالی بار، یعنی شونه مهریاسını پورا قلالاdı، şu مصارف که خرج بلاده ازدواجه و عروسیه شونه پورا قلالاdı، حتما ازدواج کنید. یعنی که تأخیر کماسن دیده. اگر برن نفری که درس خوانده خارجده برن گفت دیگه بار مشکلات بار، اگر ولادن باشقه هر بر جوان مسلمان وقتی که سن بلاغت کشی داده امر قلاده که اگر طاقت مالی بوسه شونه پورا قلالسه باید ازدواج قسم دیده. دلیل نده به خاطری که ازدواج که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داده فانه اغض للبصر. وقتی که انسان خاتن آلده، انسان مسلمان نصف ایمان کامل بوده توسطشون منم اغض للبصر و اون کوزنه آلده پرده کلاده باشقه مردم سیاستلارگه و قزلارگه و ناموس مردم توجه کمیده. و احسن للفرج، به خاطری که انسان فرجین و عوراتن حفاظت کلاده توسطشون منم. یعنی حکمت ازدواج وقتی که بر نفر خاتن آلاده هدفشون بوده که باید من ایمانم کامل قلمند. به خاطر عفت و حیایی که مسلمان جان دار شونه حفظ قلمنده، وقتی که آته اولاد خاتن آلاد باید نیتشون ده بوده و جوان مسلمان وقتی که اقدام به ازدواج قلاد نیتشون ده بوده باید شد نیت کرد خاتن است. اگر جوانهایی که توان مالی سجوق اولار ازدواج قلال میده سندی هم یغاری کی تعده اگر مدن آشاده اگر ما بیشو تزغ باراده اونها هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وزیر دینimiz جول کرسه تعده. اگر او جوانی که ازدواج قلال میده توان مالی سجوق اونها تعده که فانه لو صوم او نفر روزه آسن میده. یعنی آیغا هفت از باید روزه آسن. روزه تو انسان شهواتینه کسر شهوات قلاده کم قلاده توسط روزه مرد یعنی گناهی که آلوده بوده.